I love شیراز. We love شیراز تو. شیراز شهری است که اینجا آرامگاه حضرت حافظ حضرت سعدی وجود داره و حضرت حافظ و حضرت سعدی را هم خودگه کل مردم دنیا مخصوصا فارسی زبان ها دوست دارن، پس بنابراین شیراز را هم دوست دارن. خب ما میخواستیم بریم داخل از قلعه، ولی دروازه قلعه طوری که میبینیم باز اینجا یک غرفه تکت فروشی هسته که بسته. حالا خدا کنه به ما اجازه بدن بریم از داخل قلعه یک فیلم بگیریم. البته خدمت شما عرض کنم این قلعه مثل قلعه اختیارالدین هراتوریه، به چهارراه زند شیراز موقعیت داره و یک مکان باستانی به اسم قلعه زنده و ما آمدیم اینجا تا یک ویدیوی ضبط کنیم و همراه شما به اشتراک بگذاریم به این منظور که شاید پسندیدیم. از بیرون قلعه هم یک فیلمی بگیریم. اول بیرون ببینیم بعد میریم داخل رو میبینیم. خب اینجا طوری که مشاهده میکنین یک مجسمه وجود داره، کریم خان زند، سرسلسله زندی قرن 12 هجری قمری. فکر کنم این مجسمه از صاحب زمین قلعه بوده باشه. البته من اینجا زیاد معلومات ندارم، از کسی هم هیچ چیزی نپرسیدم. خب اما از اینا اجازه گرفتیم، آدمایی که دم درن و تیکت فروشی هم داخل بوده، تیکت هم خریدیم و با ما اجازه دادن که بریم از داخل هم دیدن کنیم، هم فیلم بگیریم. پس با ما باشین تا بریم داخل قلعه هم ببینیم. درست آمده. این هم از داخل. عجب باغ مقبولی داره. خب اینجا روی از تابلو مسیر بازدید از اون طرف زده، ولی بیان از این طرف بریم چون این طرف جالب تر معلوم میشه. این درخت هایی هم که میبینین اینا کلگی درخت لیمو، درخت لیمو شیرین. البته ایرم خدمت شما عرض کنم به شیراز بیشتر باغداری ها تا جایی که معلومات دارم لیمو و لیمو شیرین و مالته و این چیزای و
از شیراز فکر کنم به سر تا سر ایران هم پخش میشه میره. و بیشتری باغایی که من به مسیری راه دیدم کلا ببینین درخت ها چقدر بار داره دوستا. باغایی که به مسیری راه دیدم بیشتر همین باغ لیمو بود. میریم از بالا هم فیلم میگیریم، از بالای قلعه ببینیم که منظره بالا چطوریه. خب دوستا ما آمدم این طرف دور زدم، راه نیافتم برم بالا. بعد وقتی میبینیم بالا هم دیگه نداره، من فکر میکردم مثل قلعه اختیارالدین ولی شاید تو جو بلندی هم داشته باشه تا بریم بر بالاتر هم از اونجا هم بازدید کنیم، ولی جایی نداشت. از این دوستان پرسیدم گفتن که نمیشه بالا بری.